کار میکنم. سرک کار میکنی؟ چند ساله ای؟ ما آره. ما 75 ساله. که انشالله از کدام جایی کمک برای ما رسید کار کنیم بریم در ماه مبارک رمضان تا دیار منطقه برسیم. بسیار بچه خوبه. کار کردی نه امروز؟ آره خیلی کار کرد منده شدیم. بسیار زیاد منده شدی؟ آره. بنده سلام، وقتان بخیر، انشالله که خوش و خرم سر حال باشین. دوستای از نازنین، ما در ولسوالی شهرستان منطقه علودال و قریه شنیه قرار داریم. همونطور که شما در تصویر میبینید مردان آهنین قریه با همت و شجاعت با بازوهای تنومند خود امروز گرد هم آمدن تا اینکه مشکلات راههای مواصلاتی خیش را به دستان خود حل کنند. طوری که شما میبینید این قریه از دیدگاه راههای مواصلاتی که بتانه واقعا وسایل نقلیه به راحتی از اینجا عبور و مرور بکنن واقعا با مشکلات بسیار جدی روبرو بودن و امزمستان اقدام کردن تا اینکه یک راه درستتر خودشان برای خود بدون کدام حمایت کسی یا بدون کدام حمایت مؤسسه‌ای، بدون حمایت نهادهای دولتی، فقط از هزینه شخصی با وسایل کاملا ساده و ابتدایی از قبیل بیل و کلنگ و پلکوی و جبل و پانه که واقعا دستایشان پینه بستن و امزمستان را به صورت کامل زحمت کشیدن تا اینکه راه تکمیل شود. بنابراین در ادامه برنامه با ما همراه باشین، با اینا صحبتایی می داشته باشیم که طول این راه چقدر هست و عرض این راه چقدر کار میشه، چه مشکلاتایی را اینا سپری کردن این زمستان، چه نیازهایی دارن. با ما همراه باشین. انعکاس صدای مردم. دوستان عزیز، در خدمت یکی از متنفذین قریه که هستیم که واقعا در اینجا زحمت میکشن و کار میکنن. سلام خدمت شما. سلام خدمت شما، بسیار خوش آمدید میگم شما را در این پروژه کاریمون. حالا یک هفته است که ما دستای منو میبینید که رقمی شدن. واقعا دیگه کار کردیم که همینجا کانال بدن گلایی به حساب. موتر که می آمد با مشکلات بسیار زیاد. دیگه نشد. نیست که ما احساس چند بار پیشنهاد کردیم که نشد که ما از قبیل سرنگ و مواد انفلاخی ما را کمک کنه، نشد. این حال امیدوار هستیم میره تا تقریبا تا آخر ارزش بسیار کم است، 2.5-3 متر مانده. امیر تصمیم داریم که انشالله از کدام جایی کمک برای ما رسید کار کنیم بریم در ماه مبارک رمضان تا دیار منطقه برسیم. بسیار عالی. کربلا صاحب طول از چقدره؟ یعنی حدود چند متر یا چند کیلومتر میشه؟ از اول که ما کار کردیم از این تا آخر 4 کیلومتر فاصله داره. بسیار عالی. و عرضش هم 2 متر است. 3 متر ما کار کردیم، ولی میخوایم امیر 4-4.5-5 متر. 3 متر عرض کار شده. آره کار شده 3 متر. بسیار عالی. باز واقعا کار از این طوری که ما میبینیم که واقعا بسیار سنگ سفت و سخت است که میشه در دست کار کردیره؟ آره مجبوریم که به خاطر 3 ماه زمستان بسیار راه سبل عبوره. از این خاطر دیگه مجبوریم. بچه ها آمدن، همه حتی مدرسه خود اعلام کردن آمدن که راه در اولویت هستن کار شوه. بسیار عالی. اینجا کسی تا به حال شما را کدام کمک مالی اینا کرده یا نه؟ نه در این بابت سرک بر از ما کدام کمک نشده. بسیار عالی. خب بسیار خوب. او تو موقعیت یا او تو جایی از این سرک هسته که با دیست کار کردنش هیچ امکان نداشته باشه، نیاز به مواد منفجره سرنگ میگن دیگه؟ بله داشته باشه. اگر زحمت ما نموشه بالا من مثل همی ورید سراسر کویا و بعضی مثل مزیوری باید بزنیم دیگه داره. بسیار عالی. تشکر کنم. خیر ببینید. تشکر، زنده باشید. یک پروژه کاملا عامل منفعه هست و از طرف هم در این ساحه ما تصاویر به شما نشان میدیم بسیار یک جای تند و خطرناک است. عرض سرک هم کم هست. اگر خدای نخواسته یک موتر از اینجا از سرک انحراف پیدا بکنه
دیگه ما فکر نکرد ولی دیگه کس زنده نخواد. نه بخوار سبل برا کاملا واقعا نمزی خاطر بسیار وضعیت خراب است. انشالله منتظر حمایت های خیرین عزیز هستیم. کار ساده مردم میکنه با مو همت پشت کاری که دارن، فقط در بابت تهیه مواد منفجره و لوازم مورد ضرورت انشالله امیدوار هستیم که همکاری داشته باشیم. پیشنهاد کردیم به اسکاوتور که واقعا مردم ما بسیار همه میگیم این حالا جلوی دوربین بگیم شاید باورش ما نشوه، از ضعف اقتصادی نتونستیم. خلاصه اسکاوتور هم تا هفته قبلی رو در میان گذاشتیم، این با اسکاوتور راحت میشه کار کنه، ولی این که اقتصاد مردم ضعیف بود گفت نمیتونیم پیسه را باید با دست خود شروع کنیم. یعنی دیگه واقعا سخت است. واقعا تشکر از شما. تشکر، بخیر. آمده چطور هستی؟ خوب بخیر. جانمان تجاره؟ جانمان تجاره. بخیر هستی؟ بخیر چطور است. من اینجا؟ اینجا امی کار کرده آمدم این مردم میگه امی سرک پرخ کنی. آفرین بچه خوبه. کار کردی نه امروز؟ آره خیلی کار کردم، مندم شدم. بسیار زیاد منده شده؟ آره. دوستازایی کنین واقعا در جای دیگه خودش هنوز خرد باشه ولی در سختترین کار اینجا همکاری میکنه. تو کار میتونی واقعا؟ آره مجبورم باید کار کنم اینجا. بسیار عالی. این سرک پرخش خوشی؟ آره. برچی خوشی؟ چه فایده داره؟ این سرک امی که اصلا موتور تو بخورم موتورم میه هر چیز میه. امی خوشی که پرخ شده. بسیار عالی. نه دوستا دیگه آرزویشان حتما بشنوین و همکاری مالی داشته باشین همراهشون. کار میکنی؟ سرک کار میکنی؟ چند ساله ای؟ ما آره. ما 75 ساله. خود تو 75 ساله بیل بلمتنی، کلنگ بلمتنی، جبل بلمتنی؟ والله تال را تمام شده بلم. یار زنده باد دمیدگر. آفرین. یعنی احساس خستگی نمیدی واقعا؟ ای خسته کن موش آدم، امو جوان هم خسته موشه، پیرم خسته. واقعا نمیتونم. ولی مجبوریه. مجبوری باید جور کنی راه را دیگه. آفرین. بسیار عالی. زنده باد. در خدمت یک کودک خرد قرار دارین. سلام. علیکم سلام. جور هستی؟ بخیر باشی. صحتمندی؟ جور باشی. سلامت باش. آفرین باشه. نام چیه؟ نام سجاد. سجاد جان. صنف چندی؟ صنف 5. صنف 5 مکتب؟ آره. نمره چندی؟ وش متوسر معلوم نیست. هنوز معلوم نشده؟ نه. خب پارسال صنف چند بودی؟ پارسال صنف 4. حالی آدم 3 باشه 5 میشه یا 4 باشه 5 میشه؟ 4 بودم 5. اوه صحیح. من نفهمیدم. خوب میفهمم. خب پارسال نمره چند بودی؟ پارسال نمره 5 6. 5 6 11 میشه. چند بودی؟ 5 یا 6؟ 6. آفرین. سجاد جان چند روز میشه اینجا کار میکنی؟ یک هفته. یک هفته؟ آره. چی وقت کار شروع میکنی؟ گای سباک می تا امی هفته و نرفته. تا که هفته نرفته اینجا کار میکنی؟ آره. خب یک هفته از کجا تا کجا کار کردین؟ امی قصدایلا کار کردن نمیجره. برچی کلو کار نمیکنی؟ تو زیاد کار خلاص که تا که عملی که باشه؟ نوشه شاخه. آره. خب شاخ که هسته اسکاوتور بیار. نمیشه. برچی نمیشه اسکاوتور باش نمیشه. پول نیه. خب بسیار. و باید تو خواست پول نداره که تنیق اسکاوتور بگیره این سرک کار کنه؟ نه. تو هم نداری؟ مای موقعیت ندارم. ید نداری؟ آره. ای بابا سکن دوستا موقعیت نداره میگه دیست تو خلاص دیگه از موقعیت. آفرین سجاده. سرونگ باشه اسکاوتور باشه همین سرک کارش خوش است یا نه؟ بله. خب چی گفتنی داره بگو. کسایی که پول داره تو خود نداره. هم کسایی که پول داره داشتی بگو. کسایی که پول داره اینجا کمک کنه
خوب مقصد. خوبه نه ثواب میشه به نظر تو؟ آره ها؟ آره ثواب میشه. اگر موتر خدای نخواسته از اینجا شیعه بره تا کجا را لیلی میشه؟ تو مزو داره تا دره را مره بخی؟ آره کس داخل زنده مونه بس؟ نه دوره یا نزدیکه؟ خیلی دوره. خیلی رای آفرین سجاد بسیار خوب دست درد نکنه. تو هر روز کار میکنی دیگه؟ آره هر روز. بسیار خوب بسیار تشکر دوستای عزیز. یعنی حرف خرد و بزرگ ساحر شیندین دیگه. سجاد جان هم یعنی کار نه زحمت میکشه. انشالله امیدوار هستیم که کمک همکاری شود تا که مشکلات مردم حل شود.